حادثه مرگبار و غیر قابل باور بالای غزال عنایت، یک تن از هنرمندان مشهور کشور. غزال عنایت در این حادثه پایش را از دست داد. این حادثه از طرف چه کسان سازماندهی شده بود؟ غزال عنایت اکنون در چه وضعیتی است و در کجاست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال عنایت یک تن از هنرمندان خوش صدای کشور، یکی از چهره‌های مشهور و سرشناس در هنر موسیقی افغانستان است. شهرت و محبوبیت هنری خاصی دارد. غزال عنایت علاقمندان و طرفدارانش بعد از آن که با نظیر خارا آهنگ‌های دوگانه سرود بیشتر و بیشتر شد، غزال عنایت و یک بارگی در صنعت هنر موسیقی افغانستان قدم گذاشت و شهرت و محبوبیت خاصی هم کسب کرد. چند مدت می شود غزال عنایت به خاطر کارهای هنریش به ترکیه، دبی و تاجیکستان زندگی می کند و مصروف پیشبرد کارهای هنریش است و همواره کنسرت های برای دوستداران و طرفداران صدایش هم برگزار می کرد. جدیداً غزال عنایت تصاویرش را در صفحه اینستاگرامش گذاشته است و وی بیان کرده است: من پایم را از دست دادم و خیلی هم درد دارد. غزال عنایت در یک حادثه ترافیکی مرگبار یکی از پاهایش شکسته است و به همین دلیل در شفاخانه‌ای در کانادا بستری است و برای یک مدت طولانی کاملا از راه هنر موسیقی به دور است. اما تاکنون معلوم نیست انگیزه این حادثه ترافیکی غزال عنایت چی بوده است، ولی من شفایاب شدن هرچی عاجل برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از غزال عنایت خواهیم بود. همراهان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال عنایت به اشتراک بگذارید. برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.